سلام خدمت شما دوستای عزیز، آقای نابغه هستم با آموزش اجرای بازی‌های PSP در سیستم عامل اندروید و ویندوز. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان، برای اجرای بازی‌های PSP در سیستم عامل اندروید و ویندوز نیاز به شبیه ساز دارین که اسم این شبیه ساز PPSSPP هست و برای سیستم عامل اندروید میتونید نسخه گلد اون رو تهیه کنید. برای هر دو سیستم عامل میتونید این نرم افزار رو از سایت‌های ایرانی و خارجی دانلود کنید. خب بعد از دانلود و نصب نرم افزار برنامه رو نصب کنید و اجرا کنید و در سیستم عامل اندروید و ویندوز کاملا به صورت یکسان هست و هیچ فرقی نداره. خب بعد از اجرای برنامه در سیستم عامل اندروید بالا درخواست فولدر میکنه که یک پوشه رو برای نرم افزار تعیین میکنیم که من قبلا یک پوشه به نام PSP ساختم، PPSSPP، و انتخاب میکنم و در صفحه اصلی قسمت تنظیمات بازی رو میزنیم. قسمت گرافیک دستگاه رو من روی والکمن تعیین میکنم که بازی رو قشنگتر اجرا میکنه، یعنی روونتر اجرا میکنه. رزولوشن روی 2x باشه و شما توی این قسمت میتونید رد کردن فریم اگر بازی شما لگ داره و با سرعت آهسته حرکت میکنه میتونید از این گزینه هم استفاده کنید. بخش کنترل ها، صدا، شبکه، ابزار و سیستم. اینجا شما میتونید با دسته USB به موبایلتون اگه ساپورت میکنه وصل کنین و با دسته بازی کنین. بازی های PSP رو که من لینکش در ویدیو هست و زیر پست هم قرار میدم، میتونید به صورت رایگان صدها بازی رو دانلود کنید. بازی های خدای جنگ، کال آف دیوتی و غیره دانلود کنید، بازی کنید و لذت ببرید. بعد از دانلود شما قسمت جستجو رو میزنید، به برنامه مسیر دهی میکنید و فایل مورد نظر رو به برنامه معرفی میکنید. شما میتونید بازی مورد نظر رو با یک کلیک اجرا کنید و از بازیتون لذت ببرید. Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The bloodshed, the relentless battles had finally brought him here. شما میتونید با انتخاب کلید بازگشت هر جای مرحله رو ذخیره کنید. مثلا من دوست دارم که این مرحله رو تا اینجا ذخیره کنم و در صورت نیاز دوباره میتونم با انتخاب کلید بازگشت بازی رو در همونجا بارگذاری کنم. ما مقادیر این دو بازی رو برای شما افزایش دادیم و شما راحت میتونید از این بازی کنید و لذت ببرید. میبینید که همه قدرت های این بازی به صورت پیشفرض باز هست و شما میتونید برای افزایش مقادیر فایل هایی که در کانال تلگرام من قرار میدم رو جایگزین فایل های اصلی این بازی کنید. شما باید پوشه‌ای که در مرحله اول برای برنامه مسیردهی کردید رو پیدا کنید و باز کنید
و پوشه پیشفرض برنامه رو حذف کنید و پوشه‌ای که ما در کانال قرار دادیم رو جایگزین کنید. خب دوستان، امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. ویدیوی ما رو لایک کنید، نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو و ویدیو بعدی ما کامنت کنید، کانال ما رو ساب کنید و زنگوله کانال رو فعال کنید تا از ویدیو بعدی ما مطلع بشید.